مصر و کانال سوئد. در سال 1956 اختلاف سر کانال سوئد به وجود آمد که این بحران جهانی را به سر آورد. این کانال یعنی کانال سوئد در سال 1869 ساخته شده است. آن 160 کیلومتر است. این کانال راه اروپا را به کشورهای آسیا 8000 کیلومتر نزدیک می کند. کندن این کانال 10 سال طول کشید. برای این کانال مردم مصر خیلی زحمت کشیده بودند، اما این کار را فرانسوی ها سر کردند. در این مسئله نه تنها فرانسوی ها سرمایه گذاری کردند، حتی استریایی ها، روس ها، سپس انگلیس ها هم سرمایه گذاری کردند و سر در آوردند. برای کندن این کانال در اول بریتانیای کبیر راضی نبود. البته دولت بریتانیای کبیر راضی نبود و بعد فهمید که با واسطه این کانال می تواند به مستملکه های در شرق بوده خود زود برسد، علل خصوص به هندوستان. 80% کشتی هایی که از این کانال می گذشتند کشتی های انگلیسی بودند. انگلیس ها حتی به فکر آن افتادند که کنترل این کانال را به عهده خود بگیرند. همین بود که سال 1882 مردمان مصر به هم آمدند، شورش کردند. انگلیس ها برای پخش این شورش قشون خود را روان کردند. این شورش شکست خورد. 60 سال مصری ها زیر استثمار انگلیس ها ماندند. در سال 1922 مصر از انگلیا استقلالیت خود را به دست آورد، اما ارتش انگلیا همانا در مصر باقی بودند. سال 1956 ملک وقتی مصر ملک فاروق با انگلیس ها یک توافق را به امضا رسانید که ارتش انگلیس تنها در اطراف این کانال باشند و خلاص. اما از این توافق هم مردم مصر راضی نبودند. کار تا به جای رسید که ملک فاروق را طی یک تبدلات از حاکمیت دور کردند. یک ناسیونالیست به سر قدرت آمد با نام جمال عبدالناصر. جمال عبدالناصر می خواست یک اتحادیه عرب ها را به وجود آورد. در اینجا جنگ سرد بود. جنگ سرد میان امریکا و شوروی. هر کدام آنها می خواستند مصر را به دست آورد یا اینکه در مصر نفوذ داشته باشد. جمال عبدالناصر برای خرید عراق به امریکا مراجعت می کند، اما امریکایی ها و جمال عراق نمی فروشند. این عراق مقابل اسرائیل ها استفاده می شد و آنها این را نمی خواستند. بعد این واسطه جمال عبدالناصر مجبور گردید رو به سمت شرق آورد، به کشورهای کمونیستی. او قراردادی را با کشور چکسلواکیه به امضا رسانید. بعد از این قرارداد به مصر تانک و هواپیماهای جنگی آورده شدند. 26 ایون سال 1956 جمال عبدالناصر راهبر مصر کانال سوئد را ملی اعلام کرد. در اینجا انگلیس ها و فرانسوی ها مصلحت کردند تا به خاک مصر
حمله نظامی کنند. به جهانیان نشان دهند که آنها حالا هم ابرقدرتند. 29 اکتبر همان سال با تشویق فرانسه و انگلیا اسرائیلی ها طی یک بهانه به مصر حمله کردند. فرانسوی ها و انگلیس ها به هر دوی این کشور گفتند جنگ را بس کنید و از کانال سوئز 16 کیلومتر دور شوید. اسرائیلی ها دور شدند، اما این کانال مال مصری ها بود. مصری ها نپذیرفتند. 31 اکتبر فرانسوی ها و انگلیس ها فرودگاه های مصر را بمباران کردند. 5 نوامبر همان سال نیروهای دریایی و هوایی فرانسه و انگلیا مصر را در هم می‌کوبیدند. طی این بمباران ها مصری ها مجبور شدند تا کشتی های فرانسوی و انگلیسی را در این کانال باریک غرق کنند. این کانال طی چند ماه ها مورد استفاده قرار نگرفت. این مسئله تا به سازمان ملل متحد هم رفت. آنها حمله فرانسوی ها و انگلیس ها را به این سرزمین یعنی به خاک مصر محکوم کردند. دو کشور ابرقدرت ایالات متحده آمریکا و اتحاد شوروی به هم متحد شدند. ضد فرانسه و انگلیا ایستادند. حمله آنها را به خاک مصر محکوم کردند. خروشچف راهبر اتحاد شوروی فرانسه و انگلیا را تهدید موشکباران کردن کرد. سازمان ملل متحد قرار کرد ضد این دو کشور تحریم ها خواهد کرد، علل خصوص ایالات متحده آمریکا هم. فرانسه و انگلیا که در جهان می‌خواستند خود را چون پیشتر ابرقدرت نشان دهند، اما از مصر شرمنده‌وار بیرون شدند. آمریکایی ها اسرائیلی ها را مجبور کردند تا نیروهای خود را از صحرای سینای مصر بیرون کنند. بعدها اکثریت کشورهای عربی جمال عبدالناصر را قهرمان تمام عرب ها می حسابیدند.